توجه فرمایید، توجه فرمایید. از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. خب خدا برمت بیاد. خدا حافظ. توجه فرمایید، توجه فرمایید. از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید، توجه فرمایید. از مسافرین محترم شیراز تقاضا می شود هر چه زودتر در هواپیما سوار شوند. توجه فرمایید، توجه فرمایید. همکنون هواپیمای تهران شیراز روی باند فرودگاه نشست. علیکم بابا. سلام داشت غلام. زود بپر بالا، این پسره رو باید تعقیب کنیم. داشت بابا. زود باش. این شکار کی هست؟ به تو مربوط نیست. مواظب باش گمش نکنی. منم نمیشناسی. اگه دست و پنجت خون نشده باشه شکار پرواریه. خاطرتون جمع باشه. هفته یه زخم میزنم، اونم واسه اینکه یادم نره. از این بابت خیالتون تخت باشه. جا منزل حسابی هم داری؟ مفصل با دم دستگاه. خب باید این پسره رو طوری از بین برد که آب از آب تکون نخوره. پول مول حسابی هم تو این کاره. مواظب باش تیرمون به سنگ نخوره ها. مطمئن باشی نمیذاریم از چنگمون در بره. به نظرم داری میره حافظیه. خوبه، جای مناسبی. آخه به من گفتن شما آدرس سهراب خانو میدونی. بله ولی شیراز تشریف ندارم. این فصل تو ده هستم. زمستونا تشریف میارم. من خیلی عجله دارم ایشونو ببینم، کار فوری دارم.
تشریف ببرید گاراژ حسینی ماشین کرایه کنید. وقتی به دهبید رسیدید از هر کی بپرسید دهشون نشونتون میده. متشکرم. عجب مطیه بی‌معرفتیه. نزدیک بود شما رو زیر بگیره. آقا همسفر طیاره من نیستن؟ انشالله که طوری نشدین. خوشبختانه خودم رو به موقع کنار کشیدم. آقا مثل این که تا به حال شیراز رو ندیده بودین، بله همینطوره؟ اولین مرتبه اینجا میام، پیش درآمد خوبی هم نداشت. اتفاقا منم مهندس معدن شناس هستم و خیال دارم با رفقام شرکتی برای استخراج معادن این صفحات تشکیل بدم. راستی کجا منزل کردین شما رو برسونم؟ چون من همه جای شیراز رو مثل جیبم بلدم. هنوز سراغ منزل نرفتم. منزل راحتی متعلق به خودتون داریم، با کمال میل برای پذیرایی جناب عالی آمادم. از زیارت شما خیلی خوشبختم، اما متاسفانه برای انجام یک کار فوری مجبورم هرچه زودتر از شیراز حرکت کنم. چه خوب میشد اگه با هم به طرفای تخت جمشید میرفتیم. جای بسیار دینیه. اتفاقا من میخوام فردا اونجا برم. عجب تصادفی. لابد وسیله‌ام ندارید. اگه اجازه بفرمایید من خودم براتون تهیه میکنم. فوق‌العاده ممنون میشم. خب پس فردا صبح در گاراژ حسینی منتظرتون هستم. خب خداحافظ. مرحمتتون زیاد. قربون شما. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خداحافظ. ببخشید یک کمکی دیر شد. برو تلفن خونه. خیلی ناشیگری کردی. عجلش نرسیده بود. ما افتابون دارات بود. فردا ببینم تو را چیکار میکنی. تو را؟ کجا؟ وقتی من رسوندی تلفن خونه به ماشین یه دستی بکش. فردا باید بریم به طرف های تخت جمشید. فهمیدی؟ بله. یارو هم میام. خونم سفارش کن. فردا شب 2 مهمون داریم. حمید و مجید. فهمیدی؟ حالا من برم تلفن کنم بیان شیراز منتظر خبر من باشن. سوار شو بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال چطوره؟ ممنونم. مرسی. اتومبیل حاضره؟ خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام. این راننده برای مسافرت ما قابل اعتماد هست؟ اختیار دارید قربون. این تنها اتومبیلی که در این راه رفت آمد میکنه. من امروز تحقیق کردم. پس بفرمایید تا هوا گرم نشده حرکت کنیم بریم. بله بفرمایید.
چه خبره؟ یه خود یواشتر، مگه سر آوردی؟ نه ترسا. یواشتر همون. خوبتر باش آقا. وقتی ماشین خراب شده دیگه راه نمیره. بعد موتور رو بینیم این چه مرگشه. وقت که غرزت این لاکر دارم قرش گرفت. ببین چشه درستش کن بریم. چی؟ من میبرمش بالا، همونجا کلکی میکنی. البته باشه. تا ماشین درست بشه چطور یه دیدنی از تخت جمشید بکنیم؟ بریم بعدش. از اینجا تالار معروف ستون آبادانان شروع میشه. اینم در ورودی شد. روی این تابلو هم تمام جزئیات این قصر نوشته شده. خیلی جالبه. بخونید. بله خیلی جالب. خیلی خوبه. میگم که چی شد؟ مرتضی خان! مرتضی خان! مرتضی خان! مرتضی خان! کجایی مرتضی خان؟ مرتضی خان!
بیفت جلو بینم. یالا یالا زود باش. یالا به تو میگم یالا دیگه. برو بلوینم. یالا روی داره. یالا رابیو نمیری ها؟ مق چارش همین راستی بنازم به این دست و پنجه. حیف که وسیله نداریم و اینا میدادمش اولین پاسگاه ژاندارمری. خب از کدوم طرف باید رفت؟ تا کنار دریاچه با همین ماشین میشه رفت. از اونجا با جند از دریاچه عبور میکنیم، بعدم باید با اسب بریم. راه کوه خیلی سخته، باید آهسته بریم. حتما جای تماشاییه، به درد کار منم میخوره. معرکه است، بهشت جهنم که میگن اونجا. یه طرف کوههای سر به فلک کشیده، یه طرف تا چش کار میکنه کویر و گرمای جهنم. خوشبختانه با استفاده از جیپ اربابم از شر مرتیک جانی راحت میشید. پس من با اجازه بدم این مرتیک شوفره را به نظام برگردم. متشکر میشم. بفرمایید. مسعود خان، چیه حسین؟ این آقا رفیق شما هستن؟ رفیق نه، ولی از شیراز تا اینجا با هم آمدیم، بعدم تو طیاره‌ام اتفاقا با هم بودیم. آقا چی کاره هستن؟ از قرار مهندس معدنی، برای تحقیقات معدن این طرف آمدیم. آقا از آدمایی که نمیشناسید یه خورده احتیاط کنید بهتره. مرسی. فهمیدی غلام؟ بله، حمید و مجید خان رو سوار میکنیم و از راه دریاچه میرفتیمشون بیان. خیلی خوب، پس خداحافظ. برو. قربون شما. سر این نفر نقشه های من خراب کرد. آقا بفرمایید، خیلی دیر شد. اما جای خیلی قشنگی ها. بله خیلی قشنگه، برای شکار خوبه. چه شکاری؟ هر نوع شکاری فرق نمیکنه، بسته به موقعیت تا چه پیش بیاد. حسین چقدر دیگه راه مونده؟ کی میرسیم؟ چیزی نمونده، 2 ساعت دیگه میرسیم. خیلی سنگینه.
بابا چند روز اینجا منتظر باشیم؟ از این آخری نشد. ارباب گفتن انقدر باید اینجا بمونیم تا بیام. الان 2 روز اینجا نشستیم. این دختر بیچاره چه گناه کرده؟ دلت واسه من نسوزه. خودم دلم خواست بیام اینجا. کسی منو به زور نیاورده. سب کن بینم. مثل اینکه 3 نفر دارن از دور میان. از این طرف. بفرمایید آقا. آهای عمو رجب، بیا آقا تشریف آوردن. همه چیز حاضر کن بریم. سلام علیکم. اینا کی هستن؟ قربان این عمو رجب عموی منه. اونم اصغر رفیق ماست. اینم غزاله کنیز شما خواهر منه. حال پدرم چطوره؟ فقط درد پا اذیتشون میکنه. نمیتونیم تندتر بریم امروز برسیم؟ نه آقا فردا میرسیم. راه دور و سخته. مثل اینکه آب و هوای اینجام بد نیست. بله آقا، فقط گاهی به بعضی مزاجا نمیسازه. بفرمایید. آقا بفرمایید این اسب شما سوار شد. خوش آمدین آقا. خسته نباشید. همینجا پیاده بشید. بفرمایید. بفرمایید نگرد. بیا. اصغر ببین تو برو دنبال کارت، من مسعود خانه میبرم پیش آقا بزرگ. بفرمایید. خیلی عجله داری. وقتی کارت تموم شد بیا کارت دارم. چشم. سلام عرض میکنم. سلام پدر جان. پس چرا اینقدر دیر کردی مسعود؟ پدر هرچی تونستم زود آمدم. خدا رو شکر که این دم آخر میتونم با تو صحبت کنم. بشین. پسرم، از سوالات من تعجب نکن. با وجودی که برخلاف 2 برادر دیگت پاک و سالم هستی، اما بالاخره هر جوانی یک روز گرفتار عشق میشه. میخوام بدونم که آیا... نه پدر جان، خوشبختانه هنوز گرفتار نشدم. خب پسرم، پس معلوم میشه که سعادت رسیدن به مقصودی بسیار عالی و مقدس رو خواهی داشت. اما فقط یک مطلب باقیه. میتونم مطمئن باشم که به هر چه دستور میدم عمل میکنی؟ البته پدر جان. آفرین پسرم. باید قسم بخوری که هر قدر موضوع مهم و خطرناک باشه. پدر جان خودتون رو ناراحت نکنید. برای من روشنه که میخواین منو در جریان اسرار مهمی بگذارید. من قسم میخورم در اجرای اوامرتون از هیچ گونه فداکاری دریغ نکنم. پس گوش کن فرزندم. 700 سال پیش یکی از اجداد ما که مردی نیکوکار بود،
مورد عنایت پروردگار قرار گرفت. او الهام شد که به جستجوی چشمه آب حیات بره. او رفت و پس از سالها مشقت تا اندازه موفق شد، یعنی محل چشمه رو پیدا کرد. ولی خودش نتونست از اون بخوره، برای اینکه یکی از شرایط اصلی نوشیدن آب حیات اینه که انسان هیچ گونه علاقه دنیوی نداشته باشه، حتی به زن و فرزند خودش عشق نورزه، تا بتونه در زندگی جاوید با طهارت و پاکی خدمتگزار بشر باشه. فقط ثروت سرشار از گنجینه اون محل به چنگ آورد که در زمان حیات خودش اونو وقف دستگیری دردمندان و کارهای مفید کرد. و چون بهش الهام شده بود که یکی از افراد خانواده‌اش عاقبت به این سعادت میرسه، کتاب و نقشه جامعی از خودش باقی گذاشت و وصیت کرد که این راز در خانواده‌اش از پدر به پسر نقل بشه. ولی تا کنون هیچ یک از پدران ما موفق نشدند. گمان میکنم به این جهت بود که اسیر هوای نفس و زن بودن. خوشبختانه تو تا به حال به این بلیه دچار نشدی. در این مدت 8 سال من ترک همه شما و علایق دنیوی رو کردم. دنبال نشانی هایی که در این کتاب بود وجب به وجب این نقاط رو زیر پا گذاشتم. در آخرین سفری که پام فلج شد یه با تو کاری ندارم. خب من برم. سلام علیکم. سلام. آقا برای چایی آوردم. نه میل ندارم. راستی غزاله بلدی جوشونده پدرم حاضر کنی؟ بله آقا، خودم همیشه براشون درست میکنم. خب برو حاضر کن، منتظر هستم. چشم. حسین. بله. رفیقمون کجا رفت؟ خیلی خسته بود، گفت بذارید بخوام. هیچی هم نخوام. خیلی خوب. غزاله. بله. تو جیب کتم یه کاغذه، بده به من. چشم. تو جیب بغل دست راستم. بله. صبر کن. تو باید به من قول بدی در سفری که با پسرم میری از اون مثل خودم مواظبت کنی. مواظب باش پسرم گرفتار طوفان و ریگ روون نشه. چشم آقا، مطمئن باشی. خب حالا برو جوشونده منو درست کن و بیار. چشم.
بفرمایید جوشوندتون حاضره. آقا بهتر نیست برین شهر پیش دکتر خودتون نشون بدین؟ اینطوری که نمیشه، روز به روز حالتون بدتر میشه. بفرمایید جوشوندتون آوردم. بیایید کمک کنید، زود باشین، کمک کنید ببینید چی شده. پدر 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 مسعود خان، مسعود خان، ببینم چند تا شهری اینجا هستن؟ بله. شما پسره آقا هستین؟ بله. مرتضی خان منو فرستادی که زود شما رو اونجا ببرم. کدوم برم؟ تشریف بیارید، دنبال من بیا. کجا؟ راست تشریف ببرید دم اون چادر سفید، همون جلو. بیا. آقا 2 نفر از شهر اومدن، اوناشن. بابام کجاست؟ میخوام ببینمش. عمرشو به شما داد. چی؟ خوب به مقصودت رسیدی. به وسیله عمو قربون وصیت‌نامه رو گرفتی، بعد اومدی حساب بابا رو یستره کردی. خوب نقشه کشیدی. باریکلا. باز مگه مستی؟ چرا مزخرف میگی؟ صحیح. دیگه من مزخرفم میگم. مرتی که حقوق داداش خوب چرا این همه آدم این حرفا رو میزنی؟ آقایون خواهش میکنم، از قرار معلوم آیون برادرای شما هستن. نه اشتباه میکنید. مسعود خان هیچ گناهی ندارن. پدرتون به مرگ طبیعی مرده. حالا بفرمایید داریم استراحت کنیم. از حسابی مرکر برسم. عصبانیت شما در اثر خستگیه. بفرمایید کارا درست میشه. حمید آقا راست میگن. داداش اون وقت هم گفت که چشتاش به مال بابا نداره. همه رو با هم تقسیم میکنید. متاسفانه پدرم منو قسم داده که یک شایی از مالشو به کسی ندم، چون در راه مقدسی باید خرج بشه. اگه میتونستم به شما بگم. برا پی کارت مرتی که حقه باز. این حقه رو به کس دیگه بزن. معلوم بود که کلاست. پس فطرت اقلا صبر کن رعش این بیچاره رو از زمین برداریم بعد صحبت کنیم. گفتم فعلا بفرمایید استراحت کنید. این عصبانیت به ضرر خودتون تموم میشه. بفرمایید. اینو دیگه چی جور آدمایی‌ان؟ هنوز خاکش نکرده سر مالش دعوا میکنن. بیچاره مسعود خان چه برادرای بدی داره.
برو از چشم آب بیار. بابا مربوط نیستی شهری 1000 جو حساب خورده رو هم دارم. آقا فرار کردن. فرار کرده؟ هیچ که تو چادر نبود. بله اونا از شما زرنگتر بودن. آقا شما احمق، اگه زرنگتر نبودن غزالی جون تو رو نمیبردن. آقا الان ردشون پیدا میکنم صاف میبرم تو مال سرشون. خیلی خوب. از قاطرها رو حاضر کن، زودتر حرکت کنیم بریم. نبایدم زیاد دور شده باشن. پیاده بریم بهتره. یالا حرکت کنیم. مطمئن باشم که عمو رجب کارا رو انجام میده. خاطر جمع باشید آقا. اون هم راهو میدونه هم بارزن. تا 2 روز دیگه هم که به چاهای شوراب میرسیم شطورا رو حاضر کرده. خدا کنه نقشم جز اسبابایی باشه که عمو رجب با خودش برده. ببینی اینه. همینه. آره باریکلا غزاله. خودشه. از کجا پیداش کردی؟ من این از زیر متکای پدرتون برداشتم. یادم رفته بود بهتون بدم. آقا اومدن اونهاشون. به نظرم اسقر اونا رو آورده. پس زود قاطره رو بیار بریم. نه شما برید بالا، من رد پا رو گم میکنم. خیلی خوب زود بیا. ببینید تا اینجا اومدم. بعد برگشتن رفتن به آبادی پایین کوه. خوب دقت کن اشتباه نکنی. اینا رد پا نشون میده. بیاین.
غزالی اگه تو نبودی مرتضی و برادران من کشته بودن. پدرتون دنبال چه اینقدر خودشو عذاب داد که شما هم حالا خودتون گرفتار میکنید؟ غزاله تو نمیدونی اگه خدا بخواد ما آب حیات پیدا میکنیم. آب؟ پس چرا تو کبیر دنبالش میری؟ این همه آب مثل اشک چشم توی کوه ها هست. این آبی که ما دنبالش هستیم باید هم در جایی مثل کویر باشه. صدای پا میاد. من چیزی نمیشنوم. به نظرم حسینه. داره میاد. آره. آقا تموم شد. باریکلا حسین. خب تا اونا دنبال ما میگردن باید فوراً بریم به طرف کویر. چشم آقا. خب حسین نگفتی چیکار کردی؟ آقا تا اون آبادی رفتم اونجا 2 مرتبه دور زدم تا رد پای قاطر قاطی فوتی شد. دیگه جنم نمیتونه ما رو پیدا کنه. چه ارزه مرتضی خان. بیچاره. بریم دیگه تعقیب فایده نداره. اون حتما به کویر میره. بدون معطلی باید بریم. اصغر میتونی ما رو به اونها برسونی؟ من بچه کویرم آقا. همه جمعه ارباب بودم. میدونم از کدوم طرف میرم. اگه بتونی ما رو به اونها برسونی 1 مشت پول طلا به دلال میدم. چشم آقا. پس بیافت جلو. میگم از کجا این پسری حقهی به ما نزنه؟ نه چشم. واسه خاطر غزال جونشم که شده ما رو راست میبره بیش اونا. مجید خان هنوز اوقاتتون تلخه؟ پسر خوبیه ولی همچین کمی احساساتیه. ایستادی نمیری؟ امشب باید همینجا بمونی. نمیفهمم چی میگی. عمو رجب مگه خسته شدی؟ نه آقا اینجا اول کویره. ما که شبا میرفتیم روز استراحت میکردیم. حالا چرا باید روز بریم؟ باشه برای پیدا کردن راه بهتر روز روشن حرکت کنیم. امشب آسمون ستاره هم نداره. میترسم اونا دنبال ما باشن. نه آقا دیگه خیلی دور شدی. اونا راه رو گم کردن. همچون هم پشت همین تپه میمونی. بفهمید. مرسی حسین. بفرمایید. این کتاب قصه است. قشنگه که همش میخونی؟ پدرم سفارش کرده این کتاب اینقدر بخونم تا حفظ بشم. رو که میگفتیم میخواییم پیدا کنیم، وقتی پیداش کردیم چیکار میکنیم؟ بعد راستی نمیدونم. حالا بذار نقشه ببینم تا کجا اومدیم. اما از اون قوطیایی که توش خوراکی داره آورده ها. میخوای یکیشو برم براتون گرم کنم؟ خب برو بیار. خیلی
کجا فرار میکردی؟ بشین! دلم کن. بشین. مجید خان بیشین، مجلس بیریاست، بی خود اوقات رو تلخ نکن، بیشین. چم تشنه شب چیکار میکردی؟ بلم کنی قربونت برم دوشا یه موت به من بده باشد تا چنگ من در میرمه یه موت بده اخلاق میگیری بچه صدای قتاله کجایی؟ میدونی وقتی عصبانی میشی خوشگل‌تر میشی. بلش کن تو دیگه چی میگی؟ بلش کن بیشرف این بوجه مشکلی طلایی که میخواستی بدی؟ بیا این یه تیکه سرب جای یک مشت پول طلاق قبول کن. همه آماده حرکت بشید، هر چه زودتر بریم. مجید این دختره رو برده بیا. برم ببینم چی به سر برادرتون اومده.
اجازه ندارم. اگه این کارو بکنم مرتضی و حمید منم میکشن. حالا بذار دستاتو باز کنم تا راحت تر باشی. نمیتونم آزادت کنم، منو میکشن. زودتر بریم. احمق نگفتم بگیردش و الا حالتونو میکشم. ببندینه زود. شب خوبیه، کیفی داریم. اگه ما رو اونجایی که میخوایم بریم برسونی یه مشت پول طلا بهتون میدم. چرا مثل مرده ها تمرگیدی؟ یالا حسنه بزن، یالا یالا بیرم. لا 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 باشو برم دیگرم حالیا یالا برخ دختره. La 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 حسین، رجب، علی، محمد. کجا میتونن برن؟ هر جا میخوان برن.
برمیگردن. من میدونم برمیگردن. آب ندارن. شیشه عمرشون پیش منه. احمد، اینا کرم کبیرن، شترم دارن. اونا انقدر طاقت تشنگی دارن که خودشونو به آب برسونن. فقط تو بدبخت جنایتکار باید تو این گرما از بی آبی استخونت بپوسه. بس دیگه مجید، تقصیر مرتضی نیست. همش تقصیر این بی همه چیزه. اگه با این بیچاره ها بد رفتاری نمی‌کرد ما رو تو این کویر بی آب و علف تنها نمی‌ذاشتن. تو هم اگه خیلی دلت میخواد برگرد برو پیش رفقات. معلومه که میرم. مشک آب و حق نداری ببری. خدا رو شکر کن که آدم جانی و پستی مثل تو نیستن. و الا برای خون پدرم هم شده تو رو مثل یه سگ کثیفی میکشتم. خدافظ. چرا کشتیش؟ این مشک آب الان بیشتر از جون یک نفر برای ما ارزش داره. بگیر. خوندن این کتاب میدارم یک بار دیگه منو مطمئن کنی. پدر جان من میشه تفتش این مقصود مقدس هیچ چرکتون بردیم نگم. آره. دمش غزل آب بشوید و بعد بوی خونه آب بخون حالت بسنج. نه غزل من دیگه رفتنی هست. مجید داداش بگو چطور شد؟ مرتضی از من بیخودی بهانه گرفت منو با تیر
دیگه فایده نداره داداش منو ببخش، به خدا ته دلم با این بیشرفا نه تو نمیبینی غزاله بیا کمک کن تا سوارش کنی. نه من تکونم نده. بگو منو بخشیدی. خدا همه گناهکارای تو به کار پشیمونیشو میبخشه. داداش تو بخور بیشتر تشنگه بخور. مشتی خالیه به نزدور بلند شو. نمیتونم را برم. بیا جایی رو نمیبینه. نجات پیدا کردیم. کو در خطره. بریم. غزاله اگر تشنگی هم بمیرم نمیتونم از اینجا رد بشم. نشونی کتاب و نقشه درسته همینجا. دیگه رو به آبادی هست. بیایید بریم. گفتم برای پدرم قسم خوردم مجبورم. پدرتونم راضی نبود که شما از بین برید. خودشون هم جونشون رو سر این کار گذاشتن. بیایید بریم غزاله. بریم. نه بریم. اصرار نکن. بریم. برم کن. شنیدی؟ صدای آدم از اونور میاد. خواب میبینی آدم کجاست اینجا؟
برم کن 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 غزالی بیا ببینم باد از کدوم طرف میاد. شمال. از اینجا باید 3 قدم تا بین 2 سنگ مسطح رفت. بسیار خوب. همینجا 5 قدم به طرف دست چپ کوه. 3 4 5. یه خود این ورتر. خب از اینجا 30 قدم به طرف قله کوه. 4 5 6 7 8 9. بلند شو بلند شو بیفت جلو ببینم. بلند شو. دیگه کجا بخواه منو ببری؟ دنبال چی میگردی؟ مطابق کتاب باید بعد از 38 قدم درست روبروی همین نقطه کوه رمزی تو زمین کار گذاشته باشم. من که دیگه نمیتونم بیام. به خدا دیگه نمیتونم رو پاهم بند شم. منم خیلی خستم. مثل سنگ قبر میمونه. لابد قبر اوناییه که قبل از ما اینجا اومدن. سب کن بینم. کمک کن زیرشی خالی کنی. زودتر. مثل که همینه. کمک کن. خیال میکنم همون محلیه که تو کتاب نوشته شده. بیا بریم غزالی. من میترسم. نترس. دهن غار روشنه. میتونیم تا کنارش بریم. خدایا به امیدی کن. یواش. بیا بالا. غزالی زیر پات نگاه کن. آخه اینجا خیلی تاریکه.
غزالی مواظب باش. بیا ببین به این سنگا چقدر خزه چسبیده. بیا خودمون کمک کنیم. ازشون آب میشه که. آره. این چی؟ چی نوشته؟ برای منم بخون. ای کسی که به جستجوی آب حیات آمدی، بدان که در هر قرن تنها یک نفر که از لذات دنیوی بگذرد به زندگی جاوید میرسد. خدا رو شکر که به آرزوت رسیدی. بیا 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 ماما. کجا کجاست؟ بیا یا از این بر این طرف روشن‌تره. کجا؟ اینجا؟ آره راست میگی، اینجا روشن‌تره. غزاله دست بده من. غزاله اینجا صدای غزاله بود. لابد مسعودم همراهشه، پس نمرده. یالا بری نواز زودتر از ما برسن. من که دارم میمیرم، بذار اقلا با این رطوبت خزای سنگ لب و دهنمو خنک کنم. تفنگم. یه حرفی داریم بسمونه بریم. رفتی غزاله غزاله منم. غزاله غزاله باز واسه گفتم اگه اونا زودتر برسن همه زحماتمون بعدا رفته. هی به من میگی هفتی دست توه، خودت برو جلو. بیام سیرنا. باید
شاید همین جاها باشن. از کجا تا حالا نرفته باشن؟ به جون چشماتم وا کن، اطراف تو نگاه کن. من که چیزی نمیبینم. چی بود؟ یه صدای اومد. از این صداها تو غار زیاده. برو اون طرف. آخه کجا؟ برو اون طرف همین نگاه بکن. یواش بازو باش صدا نکنی. این دفعه دیگه کلکشون کنده شد. بیا بریم. بیا جلو. بالا. یالا. به احترام این مکان مقدس با خاموشی و احتیاط پیش برو، چون با یک صدای بلند کوه فرو می ریزد و در زیر سنگ ها مدفون می شوی.
چه قشنگی. خود از اینو بردار. چرا؟ تا وقتی به زندگی جاوید نرسیم حق استفاده از این خزانه رو نداریم. اولا یه دونه رو. نه برید در جاش. بیا بریم. بریم. سلام جواهر جون. یکی از این دو چشمه زندگی جاویدان و دیگری مرگ سریع می‌بخشد. اگر هیچ آلودگی دنیوی نداری پیش بیا و بدون هراس انتخاب کن. آب حیات؟ آره. اون یکیش هم آب مرگه. همیشه مرگ و زندگی پلوی هم. که هم قلبت پاک و پدرم میگفت هر کی پابند عشق باشه نمیتونه آب حیات بخوره. مگه نامزد داری؟ نه، اما بدون اینکه خودم بفهمم در این مدتی که با تو بودم بهت علاقه پیدا کردم. من دیگه حق ندارم از این آب بخورم. تو بخور، لایق تری. اگه من از این آب بخورم دیگه نمیمیرم؟ نه. اون وقت زودتر از من. نه
من چه فایده داره؟ تو هستی زندگی شیرینه. وقتی زبونم لال تو نباشی دیگه نمیخوام منم زنده باشم. دارم مثل همه دخترهای دیگه زندگی کنم، شوهرم رو دوست داشته باشم، بچه همون ناز کنم. همیشه آدم زنده باشه به چه درد میخوره؟ مگه رنج و عذابی که آدم این چند روز زندگی میکشه بس نیست که باید همیشه زنده باشه؟ حقم نداره باشه کسی رو دوست داشته باشه زندگی رو با تو میخوام. غزاله بس. به این ترتیب ما به چشمه زندگی جاوید رسیدیم، ولی ماجرای شورانگیز عشق من و غزاله و قوقای وحشتخیز حرص و آز برادرانم مرا از نعمت نوشیدن آیات محروم کرد. جواهر درخشان و نایابی که برای تو باقی گذاردم یادگار شاید این موهبت نصیب تو باشد. مهم توجه کن، کسی میتواند به دامان زندگی جاوید بیاویزد که از آغوش گرم و لذت بخش عشق و سایر لذات دنیوی بپرهیزد.